السلام علیکم و رحمت الله و برکت. برادران و خواهران مهربان من، به همه همان برادران و خواهرانی که خیر کردند و به همه آنانی که نوار را گرفته پهن کردند، الله سبحانه و تعالی از همه شما رضا باشد. بعدا بسیاری برادران در همون کامنتری آخر نوار درباره بیماری کودک سوال میدهند. دوستان من، در اپیسنی همون نوار، یعنی که در کامنتری اساسی یکمین درباره اون دادرک معلوماتی پر هست، میتونن رو بخونین و بعدا یک خلاصه خودتان برارین. بعدا دوستان من، به هر خیل مردمی گمراه باور کرده و به هر خیل فتنه های مردم باور کرده و در کامنتری و هر خیل سخنهای فساد ننویسین. برای چی جواب نمیدی؟ برای این دوستای من، هر کاری که میکنیم والله بالله فقط از برای رضای الله، برای هیچ که ما و شما یک ذره سوم شما لازم نبود و انشاءالله که لازم هم نشود. آمین یا ربی. الله سبحانه و تعالی هیچ یک انسان بی رزق روزی نگذارد. الله سبحانه و تعالی در رزق روزی هر یک ما و شما برکت عطا فرماید. و بعدا برای همون دادرکی که بیمار بود الان به مقدار 800,000 روزی جمع شده و 199,000 دیگر باقی ماند که انشاءالله رحمان با فضل الله مهربان جمع آوری می شود. و بار دیگر از همه شما خواهش میکنیم که همان نواری که میبینین به دوستان خود پهن کنین، همون اپیسان نوار خوب خوانین انشاءالله رحمان که در اونجا به زبان روسی در بابتی اون دادرک معلوماتی پره هست. الله سبحانه و تعالی از خزانه غیبش به کل بیماران امت اسلام شفای کامل و عاجل نصیب گرداند. الله سبحانه و تعالی به کل اون برادران خواهران که در زیر بسیار نوارها میگن که جا من فرزند ندارم یا که پدری بیمار دارم که مادری بیمار دارم، الله سبحانه و تعالی به کل بیماران شفا، به کل قرضداران نجات و به کل بی فرزندان سالم و صالح نصیب روزشان گرداند. بعدا عزیزان من، در این دنیا همه ما و شما چشنده مرگ داریم، یعنی که همه ما یک روز میمیریم، خواه امید رحمتش باشد خواه کسی دیگرش باشد. خب در این دنیا، در این روی زمین، این برای ما و شما سنجش العمل، یعنی که حالی که ما و شما را الله سبحانه و تعالی سنجش میکنه که به کدام عمل میمیریم. متاسفانه امروز در زیر هر یک نوارها توجیه خودمانه، مسلمان یعنی که مسلمانی خودمانه پس زنیم و بیابرو کردن. دوستان من، این یک نمودی بی سوادی ما و شما است و خلاص. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن اگر یک انسانی خطاگی های تو را آگاه است، یعنی که عیبی تو را میداند اما مینوسی تو را میداند و تو را گرفت در بین مردم شرمنده کرد، آبرو تا ریزان، هیچ وقت میگه در جواب تو این انسان بی آبرو نکن، زیرا روز محشر تو به گناه های خود فقط همون انسان میسوزد. پس تو بر جواب اونی که او تو را شرمنده کرد، تو او را شرمنده مکن بر اونی که تو خطاگی های نمیدانی. تو خطاگی اونها را در دل خود پنهان نگه دار تا روز محشر برای الله سبحانه و تعالی درخواست مغفرت کردن. پس دوستان من، نصیحت این است که همون برادر تا بگیر و برادر من همین خیلی سخن دارم، لیکن در بین یا دیگر نوار کرده و یا دیگرتان شرمنده نکنین. الله سبحانه و تعالی بین مردم مسلمان، بین مردم شرفمند تاجیک مهر و محبتی برادری و هموطنی را مستحکم کرد و از هر خیل شغال و روباهای حیله‌گر دور گرداند. السلام علیکم و رحمت الله. بار دیگر تاکید میکنم که برادرای من همون نوار آخرین که خودکی هست تا چند روزی که میتونین به دوستان خود پهن کنین و هر چقدر که مدین لایک مونین یا که بعد دیلیت کنین و غیره و کذا، یا که در شبکه‌های ما بسیارتر این خیلی کم کامنتری دعا نویسین، هم ان شاء الله که رحمان همون نوار پهن میشود. از همه شما خواهش میکنیم که تا چند روزی که میتونین از دستی هر یک شما میاد، کسایی که میتونن خیر و کسایی که نمیتونن یک دستی دعای شما ان شاء الله رحمان که برای هر یک اون بیماران ارزش خود را دارد ان شاء الله. الله سبحانه و تعالی یار نگهبان و مددکاری هر یک شما باشد. الله سبحانه و تعالی در کسب و کاری هر یک شما برکات عطا فرماید. الله سبحانه و تعالی در خاندان شما فیض و برکات نصیب کند. السلام علیکم و رحمت الله. با احترام دوست برادری شما، یک بنده عاجز ناتوانی الله سبحانه و تعالی، امید رحمت. الله نگهبان.